این زن بیچاره بعد از اینکه کل شبو بیدار بود روی تختش دراز کشید، اما خیلی زود فهمید که یادش رفته چراغ خونه رو خاموش کنه. اما زمانی که سمت کلید برق رفت ناگهان متوجه شد که 3 تا مرد به داخل خونه زن نفوذ کردن. پس اون بلافاصله سمت اتاق دخترش رفت و خیلی سریع بدون اینکه هیچ توضیحی بهش بده دستشو گرفت و به سمت اتاق غیر قابل نفوذ خونش رفت. در همین حین زن سیستم رادیویی خونه رو فعال کرد و شروع کرد به صحبت کردن با اونها. اما سارقا میدونستن همه راههای ارتباطی به بیرون رو قطع کردن و زن به هیچ وجه نمیتونه با پلیسا تماس بگیره. بس شانس پولی هم که سارقا برای دزدیدن اون به خونه زن اومدن داخل اتاقی است که زن و بچهش داخل اون هستن. بعد از چند دقیقه حالا سارقا شروع کردن به کندن دیوار اتاق غیر قابل نفوذ و به لوله تهویه هوای اتاق رسیدن. بعدش کپسول گاز رو آوردن و یه شلنگو به اون وصلش کردن و اون رو وارد لوله تهویه کردن و میخواستن که اتاق رو پر از گازهای سمی کنن تا زن و دخترش از اتاق بیرون بکشن. ولی از شانس دختر سوراخ کوچیک پیدا کرد که میتونستن از اون نفس بکشن. اما